ما اهل سنت ایران به مانند دیگران به واسطه بسیاری از دردها مثل جمعه خونین خار در گلو داریم، اما وقتی میبینیم که فرزندی از فرزندان ایران عزیز مثل آقای پزشکیان علم مبارزه با فساد و بی‌عدالتی و تبعیض را برداشته، وقتی میبینیم اساس ایران در حال خطر است، با تمام وجود میاییم پای کار و در خدمت ملت ایران خواهیم بود. عزیزان، ایران ما ارث پدری کسی نیست، ایران متعلق به همه ایرانیان است. پاینده باد ایران، زنده باد پزشکیان. متشکرم.